بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض الفرائض ومن علينا بشرع النوافل تكملة للفرائض، والصلاة والسلام على البشير الهادي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان نهایت گرامی، دوستان محترم و معزز و مکرم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما بزرگواران هستم در قسمت 65 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. ان شاء الله تعالی در این قسمتی از برنامه و در سلسله قسمت های آینده، در چند قسمتی آینده، خدمت شما دوستان عزیز در مورد باب نمازهای نفلی یا نمازهای تطوعی که شامل تمام نمازهای میگردد که غیر از فرائض یا فرضهای پنجگانه است، که شامل نمازهای سنتهای راتبه و همچنین تحیت المسجد و نماز ویتر در نزد علمایی که قائل به سنیت ویتر هستند، و همچنین نماز تراویح و نماز تهجد و نماز ضحی و چاشت و عام نوافل در هر وقتی که انسان بخواند شامل این نمازها میگردد، که در ان شاء الله تعالی در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احکام و آداب و فضائل این نمازهای نفلی را در این قسمت و در چند قسمت آینده خدمت شما عزیزان عرض و بیان خواهم کرد. در مورد نمازهای نفلی یا نوافل یا نمازهای تطوعی در قرآن کریم اشاراتی آمده که الله متعال ما مسلمان ها را ترغیب میدهد به کردن نوافل و به کردن کارهای اضافه از فرائض، چی در نماز بوده باشد و چی در احکام دیگر، در روزه یا در حج و یا در زکات، که الله متعال ترغیب میدهد که شما غیر از آنچه که الله متعال بر بالای شما فرض کرده از نوافل استفاده کرده، از نوافل زیاد استفاده کنین و به درجات بالا و عالی خود را برسانید. از جمله آیه 158 سوره بقره است که الله متعال می فرماید و من تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم، و کسی که از کارهای خوب، از کارهای نیک تطوع نفلی انجام می دهد، یعنی کارهای خوب و نیک را به شکل نفلی و تطوعی انجام می دهد، الله متعال شاکر است، اجر و ثواب این شخص را می دهد و علیم و داناست. و این آیه گرچه در ضمن آیات های آمده که بیان کننده احکام حج و عمره است، که الله متعال می فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لیکن علما و مفسرین قولشان این است که این آیه عام است و من تطوع خیرا شامل همه نفلیاتی میشه که در هر عبادت انجام داده می شود، چی در حج بوده باشد، چی در نماز بوده باشد، و چی در زکات و چی در روزه و چی در احکام دیگر، که انسان مسلمان در هر حکمی از احکام شرعی وقتی که اعمال نفلی و تطوعی را انجام میدهد، خداوند متعال شاکر است، اجر و پاداش از او را میدهد و علیم و داناست بر آنچه که او میکند و همه در لوح المحفوظ در او نوشته می شود و اجر و پاداش از او در نزد الله متعال ضایع نمیگردد. و همچنین در آیه 32 سوره فاطر الله متعال می فرماید که ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. در این آیه مبارکه الله متعال مسلمان ها را به سه دسته تقسیم میکند. دسته اول ظالم لنفسه، کسایی که بر نفس خود ظلم کردن. یک تعداد از مسلمان ها کسایی است که بر نفس خود ظلم میکنن، یعنی مرتکب معاصی و گناه ها میگردن. و دسته دوم مقتصد، کسایی است که میانه روی را اختیار میکنن. علمای تفسیر گفتن که مراد از او اون عده مسلمان های است که اکتفا به فرائض و واجبات الله متعال میکنند، یعنی هر آنچه که الله متعال بر بالای آنها فرض گردانده او را انجام میدهند و هر آنچه که الله متعال آنها را از او منع کرده، بر آنها احرام گردانیده، او را از او باز میستند و او را نمیکنند. این دسته از مردم را
الله متعال برای مقتصد یا من رو تعبیر نموده از آنها. و دسته سوم که میفرماید که و منهم سابق بالخیرات باذن الله، و منهم سابق الخیرات باذن الله. دسته سوم کسایی است که سبقت میکنند به کارهای خوب و نیک، به کارهای نفلی و به کارهای تطوعی. و این دسته سوم کسایی است که علاوه بر واجبات، علاوه بر فرائض، اعمال نفلی را انجام میدهند، چه در نماز بوده باشه و چه در زکات و چه در حج و چه در احکام دیگری از احکام شریعت غرای اسلام. پس این آیه هم ترغیب است برای کسایی که اعمال نفلی را انجام میدهند، خاصا در نماز که رکن دومی از ارکان اسلام و ستون دین است. و همچنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی ما مسلمان ها را ترغیب کردن به کردن نوافل، انجام دادن نوافل. احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که مسلمان ها را به فضائل نوافل را برای مسلمان ها بیان میکنه که نوافل چه فضیلتی دارد و چه جایگاهی دارد. به خاطر ترغیب ما برای انجام دادن این نوافل به شکل عام این حدیث وارد شده و حدیث دیگری هم وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان ها را به نوافل معین ترغیب کرده، مثل سنت های رواتب، مثل ویتر و سنت فجر و همچنین صلات ضحی و نماز قیام اللیل و نمازهای نفلی دیگری که در هر یکی از این نمازها احادیث متعددی وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان ها را ترغیب به کردن آن کردن و از خودشان صحابه کرام نقل کردند که همیشه این نمازها را انجام میدادند. از جمله این احادیثی که ما مسلمان ها را ترغیب به انجام دادن نوافل میکند، حدیثی است که امام مسلم رحمت الله علیه از صحابی جلیل القدر ربیع بن مالک الاسلمی روایت میکند. و ربیع بن مالک یکی از جمله اصحاب الصفه بود، از جمله یاران و شاگردان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در صفه زندگی میکردند، از جمله آذونه ها بود و از جمله کسانی بود که در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. همیشه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را خدمت خاصی ایشان را میکردند و آنها در سال 63 هجری وفات کردند. این صحابی جلیل القدر میفرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما گفتند که سل ای ربیعه تو از من سوال بکن. در روایت دیگری میگه که ما در یکی از شبها در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که برخاستند به خاطر ادای نماز تهجد و گرفتن وضو، من آب وضو ایشان را و آنچه که به او ضرورت داشتند خدمت ایشان عرض کردم، پیش کردم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما گفتند که سل ای ربیعه تو از من سوال کن، از من بخوای، هر آنچه که میخوای از من بخوای. ربیعه گفت که اسألک مرافقتک، ای رسول خدا من امراهی تو را در جنت میخواهم، همچنانه که الله متعال بر من منت گذاشته که در دنیا من صحابی تو هستم، یاری تو هستم. ما از تو میخوام که برای ما دعا بکنی که در جنت هم مرافق و همراه و یاری تو بوده باشم. و این بیان کننده علو همت بلند بیان کننده این است که صحابه چقدر همت بلندی داشتند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که این صحابی جلیل القدر را میگه که سل از ما سوال بکن، این صحابی جلیل القدر نه از او دنیا را میخواهد، نه مال میخواهد، نه پول میخواهد و نه زمین و خانه و زن میخواهد، بلکه میگه که اسألک مرافقتک فی الجنه. رسول خدا فقط امید من و سوال من این است که ما با تو در جنت بوده باشم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که او غیر ذلک، آیا غیر از این چیز دیگری هم میخواهی از من؟ این صحابی جلیل قدر ربیعه میگوید که هو ذاک، غیر از این دیگه هیچ من آرزویی ندارم، هیچ طلبی ندارم، یگانه طلب و آرزوی من امیست که من با تو ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرافق و همراه در جنت بوده باشم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که فاعنی علی نفسک بکثرة السجود، پس من از تو یک خواهش دارم و او این است که تو من را کمک بر نفس خود به زیاد سجده کردن. یعنی اینکه وقتی که تو میخوای همراه و یاری من در جنت بوده باشی باید زیاد سجده کنی، زیاد نماز نفل بخوانی و در درگاه الله متعال همیشه در سجده بوده باشی و اکتفا به نمازهای فرضی نکنی. و این ترغیب است از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که کسی که میخواهد که مرافق و یاری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جنت بوده باشد شرطش این است که همیشه باید نمازهای نفلی را انجام بدهد. و همچنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
در حدیث قدسی از الله متعال نقل میکند. حدیث قدسی حدیثی را گفته می شود که لفظش از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، تعبیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، اما معنایش از طرف الله متعال است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از الله متعال قولی را که نقل میکند اون را حدیث قدسی گفته می شود. حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح خود روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله تبارک و تعالی قال، الله متعال فرمود من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کسی که با یکی از دوستان من دشمنی میکند من با او اعلان جنگ کردم. و دوستان خدا کسایی است که در آیه قرآن کریم الله متعال توضیح داده میگوید که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. دوستای خدا کسانی هستند که ایمان آوردن و تقوا را پیشه کردند. پس هر شخص مؤمن متقی دوستی از دوستای الله متعال است که الله متعال در این حدیث قدسی میفرماید که هر کسی که با یکی از دوستان من که دشمنی میکند من با او اعلان جنگ کردم. و بعد از او میفرماید که و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه، و بنده من به من نزدیکی نمیجوید با آنچه که نزد من زیاد محبوب است از آن که من برای از او فرض گردانیدم. یعنی بنده مومن با انجام دادن فرایض الله متعال زیاد خود را نزدیک میکند با الله متعال. و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، و همیشه بنده من تقرب و نزدیکی میجوید به طرف من با کردن نوافل تا اینکه من اون را دوست میدارم. یعنی هر قدر نوافل را که بنده من انجام میدهد همین قدر به من نزدیک میشود و همین قدر اون محبوب من قرار میگرد و ما او را دوست میدارم. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها. وقتی که من بنده خود را دوست داشتم من چشمانی از او و گوشانی از او و دست و پای از او قرار میگیرم. هر عملی که او انجام میدهد با دستهایش، با پایش، با چشمش، با گوشش، او عمل مورد رضایت است و او عمل و او هیچ وقت از فرمان من نافرمانی نمیکند و همه اعمالی از او و کرداری از او اعمال و کردار است که او فرموده من است و از فرموده من هیچ وقت نافرمانی نمیکند. و این سألنی لأعطینه، و دیگر میزه این بنده من این است که اگر از من سوال کند من سوالی از او را استجابت میکنم و سوالی از او را میدهم. هر آنچه که از من سوال میکند برایش میدهم. ولئن استعاذنی لأعیذنه، و اگر از من پناه بجوید من اون را پناه میدهم. پس این حدیث هم دلالت به این میکند که انسان مسلمان هر قدری که اعمال نفلی را نمازهای نفلی تطوعی را زیاد بخواند همون قدر خود را به الله متعال نزدیک میکند و در نتیجه از او این شخص مستجاب الدعوا می شود و هر آن سوالی که از الله متعال سوال کند الله متعال سوالی از او را مورد قبول درگاه خود قرار می دهد و همچنین معیت و همراهی الله متعال نصیب این شخص می گردد که خداوند متعال به ما هم این توفیق را نصیب کنه. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه دوباره خدمت شما هستم با بیان احادیث دیگری از احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد فضائل و برتری های نمازهای نفلی. با ما باشید. کسب روزی حلال. کعب ابن عجره رضی الله عنه می فرماید مردی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذر کرد. قدرت و توانمندی و حرکاتش صحابه را به شگفت واداشت. عرض کردند ای رسول الله، چه میشد اگر از این نیرو و توانمندی در راه الله استفاده میشد؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر این مرد برای کسب روزی حلال جهت سیر کردن فرزندان خردسالش تلاش و کوشش می کند، این عمل وی در راه الله محسوب می شود و اگر برای حفاظت از آبرو و عفت خود
و عزت نفسش تلاش می کند در راه الله محسوب می شود. اما اگر برای ریا و فخر فروشی از منزل خارج شده باشد در راه شیطان است. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارزقني رزقا طيبا حلالا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد هستم خدمت شما دوستان عزیز و همچنین از جمله فضیلت ها و برتری های نمازهای نفلی، نمازهای تطوعی این است که انجام دادن نمازهای نفلی سبب بلند شدن درجه انسان مؤمن و همچنین سبب مغفرت خطایا و گناهان این شخص مؤمن میگردد. این مطلب در حدیثی که امام ابن ماجه رحمت الله علیه او را از ابو فاطمه لیثی روایت کرده است که این صحابی جلیل قدر فرمودند: قلت یا رسول الله اخبرنی بعمل استقیم علیه و اعمله. این صحابی جلیل قدر ابو فاطمه لیثی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تقاضا کردند که ای رسول خدا مرا به عملی دلالت بکن، برای من عمل یک کار بیاموزان که وقتی که ما با مداومت اون کار را بکنم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که علیک بالسجود فانک لا تسجد لله سجدة الا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطیئه. تو خود را ملزم به سجده کردن بگردان. همیشه وقتی که وقتی فراغت پیدا میکنی 2 رکعت نماز به درگاه الله متعال استاد شده نماز نفلی بخوان و سجده بکن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو هیچ سجده نمیکنی به درگاه الله متعال مگر اینکه توسط این سجده الله متعال در درجه از درجات تو می افزاید و گناهی از گناهی تو را می بخشاید. پس این برتری و فضیلتی بزرگی است برای کسایی که همیشه نمازهای نفلی را غیر از فرایض نمازهای نفلی را انجام میدهند. و حکمت انجام دادن یا مشروعیت نمازهای نفلی که از او جمله سنت‌های راتبه هم است این است که این تکمیل کننده برای فرایض است که در فرایضی که انسان انجام میدهد نمازهای فرضی را که انجام میدهد در او خللی که وارد میشد شیطان انسان را وسواسی میکند یا در ادای بعضی از مستحبات و سنت ها نقص می آید یا در ادای بعضی از واجبات نقصی وارد می شود. به خاطر تکمیل کردن این نواقص الله متعال نمازهای نفلی را و همچنین سنت های راتبه را مشروع گردانیده تا که توسط از این نوافل فرضها تکمیل شود و اجر و پاداش کامل را این شخص نمازگزار بگیرد. و این مطلب در حدیثی که امام احمد و امام ابو داود و ابن ماجه و امام حاکم از صحابی جلیل قدر تمیم داری رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة صلاته. اول آنچه که در روز قیامت الله متعال حسابی از او را از بنده خود میگیرد، محاسبه میکند بنده خود را، نمازی از اوست. که اولین چیزی که در روز قیامت انسان بنده مؤمن محاسبه می شود نمازی از اوست که در این مطلب در شعر فارسی هم آمده که روز محشر جانگداز بود، اولین پرسش از نماز بود. پس اولین چیزی که محاسبه می شود بنده مؤمن در روز قیامت نماز است. فإن أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته. اگر این شخص مؤمن نمازهای خود را به طور کامل انجام داده باشد و به طور کامل نوشته شده است در کتابی ازی در کرام کاتبون را نوشته کردند و این لم یکن اتمها قال الله لملائکته. اگر در نمازهای فریضی ازی چیزی نقص بوده باشد، کامل نبوده باشد، یکی از نمازها از پیش از او فوت شده باشد یا نماز از جماعت از پیش فوت شده باشد یا در نمازش وسواسی برای از او شیطان انداخته باشد در دل از او یا در نماز اشتباهی وارد شده باشد
در نمازش در ادای بعض سنت ها و مستحبات یا در ادای واجبات کوتاهی شده باشد، خداوند متعال بر ملائکه خود میفرماید که انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع فتکملون بها فریضته. شما ببینید که آیا بنده من نمازهای نفلی انجام داده که توسط این نمازهای نفلی نقصی که در فرایضی از او آمده شما او را تکمیل کنین. ثم الزکات كذلك ثم تؤخذ الاعمال حسب ذلك. بعد از اینکه محاسبه از نماز خلاص میشه، خداوند متعال توسط این نمازهای نفلی فرایض از او را تکمیل میکند و دیگر اعمال هم زکات و دیگر اعمال به می شکل محاسبه میشه که وقتی که بس زکات هم محاسبه میشه، اگر نقصی در ادای فریضه زکات انجام شده باشد، صدقات نفلی که این شخص داده توسط صدقات نفلی فرض از او تکمیل میشد. و همچنین روزه وقتی که محاسبه میشود، وقتی که نقصی در ماه مبارک رمضان که فرض است وارد شده، توسط روزهای نفلی که این شخص روزهای دوشنبه و پنجشنبه یا ایام بیض یا روزهای 6 شوال یا روزهای دیگری که این شخص روزهای نفلی گرفته توسط از او روزه از او تکمیل می شود. و همچنین حجی از او وقتی که محاسبه می شود، اگر نقصی در حج فرضی از او آمده باشد توسط عمره و توسط حج نفلی این فرضی از او تکمیل می شود. لذا انسان مسلمان همیشه باید کوشش کند که زیاد استفاده کند از انجام دادن نمازهای نفلی تا که در روز قیامت سبب ازی شود که نقصی در فرایض از او پیدا نشود و نقصی که شده توسط این نوافل تکمیل گردد. و آنچه که انسان مسلمان را به این چیز وادار می سازد و همت انسان را بالا می برد تا که بتواند که زیاد نمازهای نفلی و از نوافل زیاد استفاده کند، این است که انسان باید همیشه سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را مطالعه کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود که مغفور له بودند، گناههای قبلی و بعدی ایشان بخشیده شده بود، با وجود از او هم شبها میخستند در درگاه الله متعال نماز میخواندند. هیچ نمازی از نمازهای نفلی از اونها در اغلب اوقات ترک نبود. نمازهای چاشتشان، نمازهای قیام اللیلشان و نمازهای تحیت المسجدشان و نمازهای سنن رواتبشان همیشه میخواندند. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که رسول کان نبی صلی الله علیه و سلم یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که شب قیام میکردن اینقدر زیاد دراز قیام میکردن که پاهای مبارکشان ورم میکرد، میپندید. حضرت عایشه صدیقه میگویند که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که الم یغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، ای رسول خدا گناههای قبلی و بعدی تو آیا بخشیده نشده؟ با وجودی که گناههای قبلی و بعدی تو بخشیده شده، باز هم شما اینقدر اجتهاد و اینقدر کوشش در نمازهای نفلی در خواندن قیام اللیل انجام میدهید که پاهای مبارک شما ورم میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب میفرمایند که افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده شکور و شکرگزار نباشم؟ اینکه الله متعال گناههای قبلی و بعدی مرا بخشیده، این کار ضرورت دارد به اینکه من شکر الله متعال را انجام بدهم و به خاطر انجام دادن شکر الله متعال باید همیشه ما نماز بخوانم و همیشه از نوافل استفاده کنم تا که خود را به الله متعال بیشتر نزدیک کنم. و انسان مسلمان که الله متعال نعمتهای زیادی به او داده، نعمت صحت و نعمت چشم و گوش و پا و نعمت امن و امان و نعمتهایی که هیچ شمار نمیشه در زندگی انسان، به خاطر شکر این نعمتها لازم است که انسان مسلمان همیشه سر به سجده در درگاه الله متعال بنهاند و علاوه بر آنچه که الله متعال بر بالای از او فرض گردانیده از نمازهای سنتها و مستحبات استفاده بیشتر کند تا که خود را به الله متعال بیشتر نزدیک بکند. و ان شاء الله در قسمت آینده شروع میکنیم با نمازهای نفلی که غیر از فرض است و آغاز می شود با نمازهای سنتهای راتبه که آنچه که در مورد فضیلت سنتهای راتبه و احکامی از او از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده. در قسمت آینده ان شاء الله تعالی با شما در این موارد خواهیم بود و در اینجا وقت برنامه ما به پایان میرسد و با تا دیدار آینده با شما خدا حافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.